ассалому алайкум тамошобини муҳтарам, агар ягон кас бошад мо барномаи навбатимонро оғоз мекунем. айни ҳол ҳеҷ кас нест ба ғайри худам. бале ҳамин. салому алайкум. ассалому алайкум Таҷ Муҳаммад. овозои ман чӣ хеле Таҷ Муҳаммад? ҳамина гап зан канӣ, ман ҳами камера установка карда ҳалол метавонам буд, яки масъалаи звук камтар безеб. фаромарз мега чанд подписчик дори? Кам гу. овоз ҳаст? овоз ҳамин овоз боша, нависе ки ҳа овоз ҳаст, баъд бо хушрӯтар давом диҳем. خیلی میشید. السلام علیکم. شویره فیضلویeva نظمی شما سوال چیه؟ شما چی سوال دارید؟ من زک ندارم گفتم میتونم با فامیلای شما متریکا گیرم به روزگی او نه روزگی وای آدم در کوره وای باید تصدیق کنه که پدری همین انسان هسته. وای اگر شما زکس داشته باشه روزگی او در کار نیست، نه که اگر وای زکس نداشته باشه حتما روزگی آدم در کوره که یک کس تأمیناتشو به گردن میگیره و میگه که همون فرزندی من هسته. ترجمه شما گفته بوده که مدیراتور من داخل کن، من اگه گیجو را زیر کنم که شما را مدیراتور داخل کنم چه خیر؟ سلام علیکم حسین. من اما چیز آدرس استریم روان تون کردم، کسی که میخواه در آمده هم صحبت شوه مرحمت میتونید دروید نخود کنید. حالا آدم کم هسته وقتم هست برای گپ زدن میتونید همون من نوشتستم بلوشت بجیق بالای نوشتگی توری نما زیر میکنم گپی خودت برامد باید بار دیگه میجیقم نابود میشود. ما دو кнопка میبرویا put user in time out block user. ما نمیدونم کدوم پروگرامای
دیگر ممکن ای خودت دیگه یگون چیز نیست. موضوع اساسیه که من میخوام امروز گپ زنم درباره حقوق و آزادی‌های شهروندان هنگام مرافعات سودی، چی هنگام مرافعات سودی گردشدنی و اقتصادی و دیگر و چی مرافعات جنایتی. شهروند چی حقوق داره، چی کار کرده میتونه مثال در حمایت کردن خودش، کی را میتونه حمایتگر دعوت کنه، کی را میتونه که در اساس باورنامه همچون حمایتگری خود یا که وکیل و نماینده خود استفاده برد. درباره همین من میگم گپ زنم. سلام سیکرت، شما پاستین در استریم‌های ما هستیم. من اکو فکر میکنم که حتی ترجمه ما را مصلحت کردیم، از حساب ترجمه ما فکر کردیم موزیکی اما کسی که بسیارتر در همین برنامه‌های ما اشتراک میکنه و پاستین که هست برای همون یکون جایزه تعیین کنه، ترجمه ما تعیین کنه. من اگر روزی باشید گفتی هم دورای پیش لایک زیر کنی. واسه قانون عسکری برآمده سومیتی نمیروی. حسین بگدایف هم خیلی هست برآمده که سومیتی نمیروی. که من انیق نمیدونم که چند سومیتی بود عسکری نمیروی. برای که در شبکه ها انیق نویسگی نبود، یک نرخوی پستم بود، بلندم بود. اینا بهترش از همون خودی با این کمتا فهمیدن در کار که مبلغی نرفتن چند مبلغ یک سال ده میتینی یا که همون مدتی یک باره میتینی یا که میشه باید قسمان سپوریدن ممکن باشه. اگر آدم استودنت باشه مثال وای چی کار کرده میتونه، آدم اگر در خارجه باشه او آدم چی میتونه که خودشه از خدمت حربی بود دادنی مبلغ آزاد کنه. ولی که شما اگه من در سوال دادین من حتما سوال شما را قید میکنم، چیزی که من پیشتر گفته بودم اون سوال هایی که تحلیل رو میخواهند و درباره قانون هایی که نو برآمدگی ما اونقدر هم وقت و فرصت نداشتیم که خونیم شون برای که معلومات درباره اینها کم تفسیرشون کم هستن. من اینو مینویسم درباره خدمت حربی حتما در نوبت آینده از همین موضوع خط سر میکنیم، برای که یکی از موضوعهای به فکرم بنیاد مهم است در جامعه امروزه ما، چون که در یک سال چخیلی میدونیم سلام سلیم چخیلی که میدونیم این به هر سال دو مرتبه همین خیلی ابلاغ حساب میشه آغاز میشود. این حکومت دعوتی شهروندان به خدمت حربی میگن که خلق نه ابلاغ میگد. من می نویسمش درباره خدمتی پلاکی حربی. سلام علیکم خوش آمدید. так من گیجورا خونم همین ترجمه با یک بار دیگر درباره مدیریت کردن خودت من فهمم. حال دائمیجه هستی خاصیت هم اگه نونتا همه میتونه حالا که مرحمت شویر فیضلوی و سوال داشته باشین. سوال تین خاصیت مهمونی داره با بحث سر کنه قطعا خیمونش داره اگر در آمدنی باشه. سلام پوچو خوب هستی؟ پوچو من که باشم رحمت زور. انا شاعر فیضلوی و شما برسپیسکه که قرض دادیم به نهایت مشکل میشه و که شما اثبات کنه که قرض داده. که در اینجا
میدونید چی میتونه که یاردم کنه؟ همون پریپیسکاهای شما مثال شاهدی یگان خشت بار همسایتون برای چی داده شما کی دادین اینا مثال یگان با رفته پرسیدش یگان SMS روانش کرده که مبلغ من گجو شد کی میتی وای چی گفت اگر یگان ثبت ویدیویی بود یا که آوازی داشته باشه وای میتونه که یاردم کنه شما از سببی که وای آدم اتکاس کرده است میگه که من پول نگرفتم شما میتونید نسبتی و در میلیسه محل زیستی خودتون عریضه پیشنهاد کنید اویدی قلبی این همه راهی بهترین است شما میتونید با یک راه دیگر حقوقتون حمایت کنید با سودی گراجدانی مراجعه بکنید با سودی محل زیستی خودتون که وای که همین آدم از من قرض داره در اساس همین شرطنامه شفاهی که ما کردیم من همین آدم خشتبار بود مثال شناسی نزدیک بود شناسی نغز بود باور کرده برای تجارتش برای تبابت کردن مثال پدرش مادرش یه کاری مهمش پول دادیم و آدم تو حاضر مبلغ نمیده اول میگفت که پیشتر میتونم همین مبلغ رو داد تو روز پگاه این حال میگه که من عموما اشما یکون چی نگرفتم اثبات کردن نمیتونه با طریق گراجدانی نویسه نه که این قلم رول نمیبازد من توصیه میکنم که متد حاضری صبری این متد استفاده برید اگر با میلیسیا نویسید با اگر در میلیسیا یکون شناس داشته باشید که کارتون بیشتر بود میتوند کردن اویدی قلبی می نویسید و از ترسی که اگر گرفته باشد از ترسی که او رو پرونده آغاز نکنن مبلغ شما رو برگردونده میکرد اگر در این جودا در راهی برای میلیسیا اگر کار نشد میتونید فقط در سود مراجعت کنید یگون خیلی زدن و تحقیر کردن نیست حتما باید شما یگون دلیل داشته باشید که در کدام اساس همین دو گرفتی مبلغی بین شما شد نه فیلیکس کرمپ اگر در درس 10 minut دیر کنی میلیسیا حق نداره دلتون کرده در اساس کدام ماده کودکس جنایتی یا که کودکس حقوق پیروی معمولی شما را دل میکنن شما میتونید به هزار یک سبب ها در درس دیر کنید افسوس نشید مرشد کنه آمده که مرشد کوی ما رو میبینه که تا آخری ریس شون هم نمیره نمیره در من میکنه کاروان اصول نمیره میگه که سلطانی کبیر اصول نمیره آدم نیست یگان اساس نداره آدم برای که درس 10 دقیقه دیر کرد دیگه میلیسیا کنه این معنی داره که میلیسیا دیگه کار نداره عموما مؤثر اختم ونایسه که سلام علیکم مرا اکام چری سود ایزنش جیجو مرا اکام چری سود ایزنش جیجو شدنیه سود میریم 3 بار زنش نمیگه مجبوری ایستاده نمیره و چیکار کنیم اكو ممکن است آدم به اختیاری وی از عقد نکاح بکار کردن سود در همین حالت ها با زن و شوهر مهلتی آشتی میتید تو 6 ماه مهلت میتین که اینو یک بار فکر کنن عاقبتش چی میشود و بدتر بعدی که 6 ماه میگذره یک بار دیگه با پرونده رو آغاز میکنن بینن که حوض هم مناسبتشون بد است و طرفون نمیخوان زندگی کردن شرطنامه عقد نکاح باید بکار کردن میشود و سیکرت راست میگه بحثای خاصیت خوب نه که خاصیت روز نمیدونید در جای نداره اومدیست وای من گفت که مدیراتور ما نمیتونم وای مدیراتور موندن برای هوای قهرش کرده نمیدرویم سوالی فرامرز 20 داده با میلیسیا فرامرز مکتب در دیر کرده نسبت فرامرز میلیسیا پرونده 41 شده است و با میلیسیا از وی پورا طلب کرده 20 همین خیلی و این یک موضوع است برای مراجعت کردن از بالای کارمندان میلیسیا به مقامات پروکراتورای ناحیه فردوسی شما برای که این عمل غیر قانونی هستند انا که بیای در موضوع اساسی حاضر داریم باز اینقدر آدم و جمع شدگی نیستن برای که یک سوال جواب سوالی پیدا شد یک بار جواب دادن میگیریم
موضوع باشه درون بحث کنیم به موضوع. ما چی بگم؟ موضوع هست، موضوع رو من گفتم. موضوع امروزه موضوع عمل شهروندان هنگامی مرافعه های سودی. مثال خودی تو در سود اشتراک کردگی میدونی که چیکار کردن در کار، میدونی چه خیلی درآمد در کار، میدونی که چه خیلی حقوق بیان کنی. هم میتونن شوا از طرف سودجو و از طرف اجروچی سود، از طرف پلیس سود، از طرف همون اخران سود. مثال در پرونده بزرگ میارف خودت میدونی که درآمدن با درون سود خیلی مشکل بود. برای چی؟ مثال بعضی آدما ممکنه درآمدن به نشان دادن یگان حجت و کیسه‌های وایرا تفتیش نمیکنن، تلفناتون مون درجه نمیگن، دیگه آدما را پیش کی میدروی میگن از پیش در. برای چی میدروی؟ تلفن تا در جمعون روچکتمون کیسه ها تا میکوان که یگان چیز نگیری نبری. گویا که شهروند یک مؤسسه سری دولتی دور می‌دارد که ممکن است که یگان چیز ثبت کند، یگان گپ رو بنوار، یگان نوار ثبت کند، یگان گپ رو زاپیس کند، یا که یگان معلوماتی به نهایت مهمی سری دولتی داشته را چیز باشد. حالا که این سود است، سود یک مقاماتی هست که برای درآمدن همه شهروندان جمهوری تاجیکستان باید آزاد باشد. کسی که میخواهد اوید عدالت سودی، اوید چگونه عدالت سودی تطبیق کرده میشود، حقوق دارد به طبق قانون ها، آزادانه دلخواه مرافعه سودی با اشتراک کند. فقط اگر مرافعه سودی در مرافعه سودی و در خود همین پرونده یگان معلومات سری دولتی باشد در آن نمیتواند اشتراک کند. اگر پرونده نسبت یگان نابالغ باشد در آن نمیتواند اشتراک کند. اگر پرونده وابسته به عملهای شهوانی، تجاوز، عملهای غیر قانونی نسبت نابالغان باشد، در آن مورد درآمدن همه اشخاص محدود کرده می شود. فقط همون اشتراکچیان پرونده میتونند دارند. سوال محبوس ده چی میتیان خوراکه بهار؟ محبوس ده وقتی که من در سیزو بودم، در ایویس بودم، بغیر از چای یکون چی نمیدودم. بغیر از چای دیگر همه خورد و خوراکه من همین تجمعه می آورد با شوهرش و خشتبار و اویلای من می آوردن، همونو ما می خوردیم. همه محبوس ها هم نه بیت میتونم تو نه. همین موضوع زورتره. همین ما را بگین که از حساب بیودجت، از حساب همین نالگوی ما میخرن همین محبوسو. از حساب نالگو و از حساب چیزای شما محبوسو نمیخرن. اگر عمومی دگیریم 99 فایز از حساب بیودجت اون خوراکی که یا داده میشود این اصلا سردارای مؤسسه ها میخرن. همون خوراک چی خوراک باشه اینترس نهده؟ من ساعت 6 سحر یا که رنگ کینوی امریکانسکی همون راست باشه دروغ باشه و کینوی رنگ کینوی امریکانسکی ستالوی میروین. ما سیزو رو فقط میدونم. خیلی ستالوی ما کامرا برآمدن نمیموندن. در یک روز یک بار سحر ستالوی من دارم اونجا. سیزو یک ستالوی داشت بیرون. در وقتی که من ادوکات بودم در ستالویشون میرفتیم آش و پاش و سامبوسا میخوردیم. انا وقتی که در سیزو همچون ادوکات نه و همچون کلینچ در اومدن در اونجا سحر اگر می آوردن یگان شلدقوه خیلی چیزا رو میدونید. شلدقوه یک چیزی سفید است که یک خوشقتی میکوی رنگ همین پدواد نیلوت کرد خیلی میکوان کویش کنه میدونه چی جای تگی او یکی یگان چی برومات کدوی پدوی خود شکر میگه امرو میخری. بعد خلیب میتیان خیلی وقتا شروبو پربو میگن که خوراکشون عموما با طلبات جوابگو نیست. من آدمو کسل میشوند. امروز فهمیده کارتوشکا بروکولی چیه دادرم شروبو؟ هر دفعه هر خیلی چیز میشود. مکرون میشود، کارتوشکا میشود. نکی با اون که شما در خونه میخری و کیف صفو میکنه این خیلی نیست. همینجوری که جدو تکلیفی همکاری میخری و خویی و چیه دانه کاکیو آن امیر خودی هم مقامات هم نمیدونه که شما آدم از آزادی محروم کرده. شما آدم از معاشرت به خشت تبار محروم میکنید. شما آدم از معاشرت از دیدن تلویزیون محروم میکنید. شما آدم از معاشرت اینترنت محروم میکنید.
از دیگه کار برد، حتی از خوراکی حلال هم خوردن هم بودم و محروم میکردیم. این همش از سیستم دوره اتفاق سویتی اومده که انیختارش از دوره ستالین که بودم هم خیلی اجازه دادن در کنه که اهالی کمتر شد به فکر من. زفترک در چیه زفترک؟ زفترک همون چیزه شلد خواه زفترکای ابید یکون باید همون یک کترون ده برای 3 وقتی روز پخته که برای ابید سهر بکر یا شلد قوه با دیگه نمیشه و زفترک ده خیلی شلد قوه را که نخوردن هم را گرم میکنن تا بومیران میتین تا سهر ابید دیگه یک تکلیف دارم ترجمه ما 4-5 تا لایک مود یک اونجا ده بعد روم بفهم که ده چی میتین رفتی چی میتین تو نه یکون خوراکه و پروکه حلال و چیز نیست. بهار میگه که بیرون حالی میبروی محبس ده در محبس میشه و برو آدمی که در محبس هستن و میبرویند اینا میگردن سوس و مسجد میروند کتابخونه میروند یکون سیخ در کار میکنن لیکن در سیزو نه در سیزو خیلی 15 دقیقه یا که 20 دقیقه هر روز سهر میبرورن تو پرگو که گفته یک جای چورکنجای محکمه ده بلوری شد کرد همجدا آدم میگرده پاهاشم بلوی میکنه کمتر میشینه پریسیدانیا میکنه جمانیا میکنه نوست میکشه توف میکنه سوس و هوای توزه کمتر تمام. بعد از ساعت 6 سحر تو 10 شب مردم در همون سیزو باید شینه یا روست پیسته. از چیزی خودم گرد میزنم 6 ممکن بود قطعی روست ایستادن اینکه غلیدن خواب کردن روزده ممکن نبود. حتی برای این آدم رو میزدن که پدن حالت تو برای چی روزده خواب کردی. یعنی این سیزو بود. این نسبت آدمایی بود که حوض اینو جنایتکار حساب نبودن، حوض پرونده شون سود دیدگی نبود. حتی اینو ممکن بود که همینا رو پگو جواب تیان گفته نمیشید اگه قانون گیره اینو جنایتکار حساب نیستن، اینو گمانبر حساب بودن در یکون صادر کردن جنایت. لیکن انا میخوام علاقه جزاشون میدادن فقط روست ایستادن همین گلازوک. همه آدمو به فکر میدونن گلازوک چه در گلازوک است. انا هر یک کامera گلازوک دارد در سیزو پشتی گلازوک آهنی همون آهنچه رو کم در ایخ بلوکی کرد یک چشم نگاه میکنه. مخصوص یک آدم موندگی در پشتی همون از داخل همون محبس یک کس باید نگاه کنه. همین گلازوکی یک نیمه شد یک کس نگاه کرد از بیرون زندانبانو باید خسته داد زنی السلام علیکم دقت در حجره 4-16 نفر نوبتدار جمشید یورو گفته داد میزدی با همه سلام گفته داد میزدن در یک روز 50-60 مرتبه. چی گپایی چی بمعنی یا کاری بمعنی خیلی ترتیب دادن همین سیستم قدیمه آمادگی نمیدونم گویا یکون سروخی بود که یکون کس گم بشود میرود چی معنی دارد. من خیلی محدودیت ها و بیرون کنی آدم ها هست. الان که قانون هست درباره حقوق و آزادی ها و شرط و شرایط نگهداشت گمانبر شده و عیبدار شونده و سود شونده در جای اصلاحی و خدای روایت کرده نمیشود. نوبالیش جنایت صادر کنن نویسیان حبس میکنن یا نه؟ اگه وابسته به وای که چی جنایت صادر میکنن. نوبالی خودم کش جنایت های وزنی صادر کرد حتما حبس میکنن. بعد یک خیلی جنایت های هست که هر کس صادر کرده نمیتونه. مثلا تو نمیتونی به عملی صادر کنی همچون کارگونی تیپ چون که کارگونی تیپ نیستی. تو نمیتونی جنایت های وابسته به خدمت حربی را صادر کنی چون که در قشونی حربی در چیز تاجیکستان خدمت نمیکنی. لیکن اگر آدم کشد جنایت‌های وزنی کند بندیتیزم کند خیلی کند حتما نوبالیغا به جوابگری میکشن وابسته از همون جنایتی که وای صادر کرده است. خیلی جای برای خیلی آدمایی بهار گفته سیزو خیلی جای سیزو 4 حرفه ده سه ایزو سلستینی ایزولاتور یعنی که ایزولاتور چی میگن تفقیفگاه میگن مؤسسه تفتیشاتی ده مؤسسه تفتیشاتی جدا آدمو رو نگاه میدارن که نسبت اینو پرونده آغاز کرده شده است نه که پرونده شان حوزی با سود نرفته و اینو را هیچ که عیبدار هم نکرده است یعنی که جزاشون دادگی نیستن. برای چی در سیزو اینو را جویگیری میکنن؟ مثلا نمیگن که رای در خانهاتون گردین
که سود میشه با فایراتو میکنیم برای که با فکری تفتیش و با فکری مفتیش و پرکورور رو نمیدونم کی که پرونده در دست شد دیلا کردیسته اگر همین آدما را خونه‌شون جواب بدن اینو میتونن گریزن یک اینو میتونن همون شاهدایی که در پرونده هستن پروتیف میگه میزنن میتونن روان بزنن کشان فشارشون بیارن تهدیدشون کنن که فقط در سود و طرفی منگر میذاره اینو میتونن که دلیل ها رو پنهان کنن میتونن نابود شون عموما میتونن عموما نویان در سود و آوردن یا قیم باشه برای که در همین تگی دستشون باشه اینو رو میبرن سیزوده محکم میکنن نه که شرط شرایط گوه کردن در سیزو من فکر میکنم مطابق قانون و مطابق همون حقوق و پرینسیپ دموکراسی و گومونیتری باید کمتر بهتر خوبتر باشد برای که این آدم ها گناهگار نیستن بعد چه واقعی خیلی فکر میکنه که قانون همین سیزو و ترماز گفته سی که ساز نیسته در همین کینوی امریکانس که میبینیم همونجا هم ساز نیسته همونجا هم ملکو میزنن آدم را آخه به هیچی نمیزنن تکو به هیچی میزنن دوای گانی ساد گوش که دوای گانی ساد با آدم میزنن شد باز خودت گفته آدم خود باور کنه کینو دار نه اما یک کینو دیگه هسته انا یک کینو دیگه ما در تو گفت میزنم 300 سپارتان تماشا کردگی چه فورسو گویا بر مقابل 300 سپارتان جنگ میکنن در همون فرما پیلوس که پر خودش میگن در همون جنگ میکنن و میلیون دوران و فورسو در بینیاشون خیلی حلقه دوران و کیست نه تو ما چیزو ریال نیرا کینو دروغ میگه داکومنتال میشه نگاه کن حوالی اگه ممکنه شد داکومنتال نیستم همین خیلی همین ایسول نیکلای من نگاه کردم همون لیلی پیت کمیت با هر حال شرط و شرایط نگه داشتی گمانبر شده و ایدور شوانه در جاهای تفتیشاتی دیگر دولت ها از جمله دولت های ابد قدرت و یوروپ تو امریکا را گفتی با ما پستر شکستیم یوروپ باید بهتره نه ما کینو شکستم خودی مثال من با گفتستم همین وقتی که توای میگو که نمایشیدنیه باید سراونید که قدیم آسیا نه قدیم یوروپ ندارن بیا افریقا قدیم نه بیا بهترش با امارات بخارا سراونیدش میکنیم حاضر هم در تاجیکستان رو بروی همون هیکلی آینی موزهی به نام بهزاد هست نه علاقه نیست انا همونجا ده موزهی ده یا وقتی که ما میرفتم تماشا میکردم یک چاه بود زندان بود نشون میدم بیا خاصیت با همون وای کنیم خیلی که تاجیکستان نقض میبینه که سال 91 92 میگم ما بیشترش میگیریم سال 891 کش میگیریم 1891 با امارات بخارا اگر ما سراونید که گفتی خودت به نهایت خوبتره شرط و شرایطی ما بو میزدیم تا میزدیم بو ساعت خیلی بود میتیم و فقط چویت میتیم با هوای تازه میبرن این خیلی که 15 سال دادیم چاپ پارچن تا آیو چومبرورن که همینجوری کی بود چی بود یکم روی خط هم داشتن نداشتن دوره مغیتی و معلوم نیست این همین سوال سیکرت سوال داده که سیزو با هر یک از خودش توقع یا خونه با یا که همش یک جویه نه همش یک جویه چقدر باید آدمی زوره باشه که خودت توقع در اونجا جو کنه در یک جایی که مثال 12 کس کتی خواب هست 16 کس میدرورن مثال من بودم من جای خواب نداشتم من جو نمیرسه چی بکنم بچرو جو نیست نشنونم گناه کدسته چی نشنونه گناه کدسته مگرم شنونه انا ایده مفکوره چیزو تفتیشات ملیسه های ما گناه نکرده استم شما مرا با گمانبری که گویا من گناه کردم گرفته برده حال اثبات نشده که من گناه کردم شما میتونه آدمایی که خالی الله دانش ریخته آدمو دیگه انصاف نداره شما آدمو بنابرد آسیو بنابرد نترما جنایتکار چی برای این گپی تو راست میشه یگان روز باور کنی اگر یک رفرندوم گذرانن و یک سوال مونن که شما و یا کدام از اهل اوله شما با محبس کشیده شده است یا شده با قریب هم خیلی با فکر میشه که میگن 90% اهالی تاجیکستان میگن که یا من یا که اولادی من در تروما اشتکه من در وحدت زندگی میکردم یک کوچه در سنگ محمد همونجا باور کنید با فکریم یک ما بودم با یک مردک دیگه در یک کوچه
هم دو اویلا ترما دا شیشتگی نبودن دیگه، همه شیشتگی بود. این اکنون منم با شیشته بودم. همون یک رستمون اکنون نمیدونم شده 5 سال چیشی بود که من شیشتگی هم کوچه همش حلقه شیشتگی. این سوال بیلال با فکرم درباره پروندهش. سلام علیکم. اگر جنایتکار ترما شود بعد جواب دیده پوست شکایت کند که من فلان سوم رصد کردم، جنایتکار باید یه سوم بیاریم که جزاش گرفته. تمام وابسته به کدام پرونده میگید شما بیلال؟ اگر درباره پرونده و با علاقمند خولیگانستو بود پرونده چون همسایه ما خولیگانستو. این آدم با فکر من میدونم قطعا گپ زدگی بود یک وقت در همین چیزو. این درباره جوغ میرود گپ، درباره جوغ شکستگی یک کسان. من این بیلال جواب دادم، نباید بود که جواب میتیم. وای حقوق داره که عریضه پیشنهاد کنه. میخوای آماده پیشش شما را غم نتیه. عریضه پیشنهاد کنه در سود، میگه که من همین قدر رصد کردم. شما انتظار شوید. ما نرود در سود. آن موضوع خود مونده میبینیم در چیکار کردن در هنگام بحث های سودی. در اینجا بحث گرجدنی میشه. ستوندن این مبلغ یا که ستوندن ضرر مادی و معنوی. اگه برای معنوی هیچ دیگه گفتن نمیتونه، علاقه مردک جزا شگری ضرر مادی گفت شده. همون آدمی که گویا بیلال جوغی و شکست. این خسر من گفته که بیلال هیچ کار نمیکنه. بیلال انتظار میشود که عریضه‌اش ترتیب میده. وقتی که عریضه را ترتیب داد بر مقابل بیلال در عریضه نویس که من $20,000 رصد کردم و میخوام که با خود ما تبابت کنم، بیلال حجت در سودیا باید فریاد میکرد نسخه عریضه را به بیلال پیشنهاد میکرد که شناس شد. بیلال عریضه را میگیره، میگه که من اینا میگیرم میخوانم محترم سودیا در مدت 1 هفته یا که 4 روز من برای همین نسبت همین ملاحظه های خود من مینویسم. انتظار شدید ملاحظه های خودشم مینویسم که عریضه رد کرده شود چون که بی اساس است، چون که مدام میگه جوغش رو من شکستم و 6 ماه یا که 1 سال برای این جزای خودم رو گرفتم. علاقا یگان دلیل حجتی پیشنهاد نکرد که چند مبلغ صرف کرده است. و آدم گفتن میگیره که من 20,000 برای ریمونت دهانم جوغم صرف کردم. تو حجت باید بگویی که پیشنهاد کن. حجت پیشنهاد کند. شما اگر همون حجت هم پیشنهاد کنید که من همین وراج 20,000 گرفت با دهان گپ میزنم برای اپراسیون مثلا 15,000 سومونی وراج گرفت با گپ نمیشود با شهودی اون وراج هم نمیشه که من گرفتم 15,000 سومونی. یگان وراج هم خیلی نمیگه برای که خودی وراج ده بعد پرابلم هم میشه. اثبات کنی تو گرفتی، اثبات کنی تو قطعی نو یک جای نیستی. حتما باید حجتی تصدیق کنه که چند سوم رصد کرده است برای جوغی خودش ریمونت کردن. بعد شما میتونید همون حجت‌های همون را گرفته یک اکسپرتیز یا که یگان دکتر دیگه در مراجعت کنید بگه که برای من هم خیلی جراحت را تبابت کردم، من هم خیلی داروهایی که وراج داده اینو استفاده بردیم چند قدر مبلغ ضرور است. اکسپرتیز میکنید، بعد مقایسه میکنید. اگر کم باشد در سود مراجعت میکنید، پروندهتون رو میبرید. ما سوال همین سوال ما را جواب سلام علیکم. مسکو بیاخه سوال خاصیت بعد مسکو وقتی بابت میزنیم. بیا سوال در خودم داخل داره. مثلا پورا دادن یعنی با جنایت میکشم ما پورا بتیم دادنی پورا جنایته نکنی گو که ما پورا دادم در روی دیلا اومد پورا تیم $5,000 خواهی اثباتی خود چند نیافته رود میسو прокуратура و МВД همه دیگه شوند. آدمای خواهی با دیگه بگوید جوانو کلکتیو و اینا کمانده اینا ما سر میتونم بنویسم که ما همین فاتیش در $25,000 داده بودم برای کروما بود کردن. مثال کروما بود نکرد همین میشود. یعنی بوی امید است یا ای بحری هم $25,000 ما بگذارم زیر تو خودت بنویسی که من همین آدم رو پوره دادم. به اون پرونده که تو میگی آدم رو سفید کردن کن. نه پرونده او نسبتی او به همین حالت عیب اعلان نکرده بودن دستور وقتی که ما رفتیم. در این قسمت پرونده را قطع کردن نه که در دیگر حالت باید چیز کردن. برای که این مفتش شوخی آدمی خودیشون بود. ما از هر وقتی که مثال کمانده جوانا اومد ما از هر بنویسم که آدم وانا و یا همین کردن نستم دل مثال بود کو یا نه اوجا تمام بحر $25,000 گذاشتن در کو کانکریت نبود.
نگذاشتن در کار نیست. تو هیچی نمیگذاره، تو هیچی نمیره. تو علاقه در این باره گفتگی هستی، برای همین نسبت خودت یگان بار دیگه پرونده آغاز نمیکنن که آنا تو پورا داده. تو این گپا کیم کی گفتگی بودی؟ تو این گپا 4 سال 5 سال پیش 2016 سال به فکرم گفتی. 2016 هم در سود چیده بود که من در پل دادگیم و کورا بود نکرده. 16 سال گفتی، یعنی که مقامات علاقه خبردار هست که تو درباره این گپ گفتگی. یک بار دیگر کمانده نو سلام شما رسان کمانده نو گفت که پرونده از زیر نظارت قطعی خودشون گیرن. پرونده از نظارت خون گیره 25,000 دلار هم بده تشده گیره تو هم از این بدینی همون اشخاص بوی امید داره حتما دلیلی که پیشتر بود پیشنهاد میکنین با شاهدا گپ میزنن حتما این پرونده بوی امید داره پای کار شدن گیر. سلام علیکم مسکو، خوش آمدین. با سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. خوب هستید برادر؟ شکر نه. خب ما چنین سوال داشتیم به شما. آیا وقتی که ما از روسیه به تاجیکستان میرویم، من 2 سال پیش وقتی که به تاجیکستان رفتم هر یک مهاجر رو امنیت به شعبه خود دعوت کردم. از روسیه به تاجیکستان در ایرپورت؟ نه، وقتی که به تاجیکستان از روسیه ما برمیگردیم، مثلا مهاجرا با تاجیکستان برمیگردید، خونه هاتون میروید، آواز رفساد از گپ زنید. خب 2 سال پیش وقتی که من به تاجیکستان رفته بودم هر یک مهاجر را امنیت دعوت میکرد به شعبه خود. الو نه گوش کردستم. امنیت دعوت میکرد هر یک دعوت میکرد به خود. خب بعد از اونها سوال میکنند، مثلا در کجا کار کردی، چی کردی، با کی بودی، چی کار میکردی. بعد میگیرن تلفن های ما رو تفتیش میکنن، گویا که مثال در تلفن یگان چیز نیست، مثل امر معروف است یا یگان خیلی چی دیگر. آیا آنها حق دارن که تلفن این چیز شخصی، مثال شخصی انسان حساب میرود، آنها به اجازت مثال سود به یگان چیز حقوق دارن که تلفن های ما رو گیرن تفتیش کنن؟ نه حقوق ندارن. با وجود آنه که مثال با وجود آنه که مثال یگان حقوق شهروند در تاجیکستان مثال رعایت کرده نمی شود. از این سبب هم من به شما همین سوال را دادنی هستم که با کدام سبب آنها می توانند تلفن های ما را گویم تفتیش کنند؟ فقط با یک سبب. اگر نسبت شما یگان پرونده تفتیشاتی آغاز کرده شده باشد یا که شما در رزربات که باشید، این حتما پراتین رزسمی دیل گفتنی گپ می شود. اگر همون چیز شما باشید ممکن است با اجازت سود برای که با گفتیم گویم تاین پریپیسکی تلفن سابشنی گفتنی گپ است. یکی از آزادی ها هیچ کس حقوق نداره به اجازت سود مثال به خانه شما زده داره یا که کیسه های شما را کوبه یا که کوبه که شما با کی خیلی مصیبت داره به طریق گفتگو تلفنتون یا ایسو. این یک حقوق بیانکننده معمول هست که از طرف مقامات قدرتی تاجیکستان دیده میشه، چی در امنیت، چی در میلیسا، چی در دیگر مقامات. این غیر قانونی هست، ولی گپ در همین است که خیلی مقابلت کردن در کار است برای این. از سببی که سیستم عدالت سودی در تاجیکستان فساد است و عموما وجود ندارد، یگان کار هم کرده نمی شود. هم سود از امنیت میترسد، هم میلیساش از امنیت میترسد. به کجایی که مراجعت کرد با خود شما گناهکار میشه. باور اینی حال من نمیتونم چی گویم با اون مکانیزم هایی که در درون تاجیکستان حال وجود دارد، مکانیزم های حفظی حقوق، چگونه اشخاص میتواند خودش را در این حالت حمایت کنند. این حال یگان راهی حمایت نیست. من اینجا اگر اجازه دید با سوال تاجیک رایتس هم جواب بدم. یک دقیقه برای که سوالش نگذرف میرود. سوال گفت از تاجیک رایتس و گفت است که از امنیت می آیند و
میگویند شما مثلا فردا به دفتر امنیت یا میلیسه بیایید، ولی یگان ورق دعوت نمیدهند. برود یا طلب کند که تو دعوت ما ندهد، نمیره. چی باید کند؟ وقتی که از دل خواه مقامات شما رو دعوت میکنن به طریق تلفن که بیایید، اگر شما وقت داشته باشید شما خواهش خودتون قدم میتونید روید، نه که شما وظیفه دار نیستید، چون که این دعوتی رسمی حساب نمیشود. مطابق قانون دعوت باید رسمی باشد و تصدیق شونده باشد. پگاه کی تصدیق میکند که محض همین آدم شما رو دعوت کرده است از همین مقامات، همین آدمی که مثال زنگ میزند بر رقم شما میگه السلام علیکم جمشید یوروفی، ما امنیت زنگ زدم پگاه ساعت 4 کرده چون پیشی مفتش خالف خیلی فهمید لحچو اینه خیلی گل میزند، تو نمیدونی که کی بود، یکم پرانک بود، شوخی بود، چی بود. برای همین دعوت نامه طلب کنید. میبخشید میگه آرامونا خوشو میبخشید من پگاه کار دارم، من در فلان جا کار میکنم یا که من بیمار هستم، من رفتن میتونم. اگر سوال داشته باشه شما خودتون میتونید بیاید از من پرسید. برای با فکرم باید پلی کردگی نیستن در کابینتشون که از جاشون خسته نتونن. وقتی که من یاردمچی مفتیش شده استاژیروفکا میگذاشتم در شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبرسکی وزیر اسماعیل سامونی شهر دوشنبه، ما خودمون میرفتیم آدما رو در خونه هاش میپرسیدیم، هیچ کس دعوت نمیکنیم که تو خیز بیا من رئیس کلون هستم، من اگر از جام خیزم من میمورم. خیسته رفته پرسن اگر یکون چیز پرسیدنی باشد، نه که میبینیم این کارا نمیکنن، یعنی خودشون بالا نشون میدن از خلق عادی، اونها رو دعوت میکنن، ساعتش قطعی انتظار میشوی، مناسبت های بعد میکنن و در نتیجه میفهمی که برای چی دعوت کرده یک گپی بی معنی. همین آدم میشناسه یک صورت نشون میدن، نه نمیشناسم، خیر را برای همین 4-5 ساعت میستن. حتما تاجیک رایتس طلب کنید که دعوتنامه پیشنهاد کنن به شما رسمی به سراغ شما. 1001 تا کارگر دارن، 1001 تا شخصی هست که والنتیر شده کار میکند، سراغتون گپ زنید بیارن در شما چند، برای که شما میگید که پگاه من اینا در جای کار نشون بدم چون که من از کار پیش نکنم، تصدیق اون باشد حجتی که من فلان روز دعوت شده بودم و در همین وقت در نزد شما بودم. مرحمت مسکر شما چیزی گفتنی بده بود؟ برادر جمشید من کمتر بود برمیگردم به همون سوال خود. مرا دعوت کردن در شعبه امنیت، مثال همان کارمنده که با من سوال جواب میکند، باور کنید با زبان تاجیکی حرف زده نمیتونه. باور میکنید شما با همین چیز؟ باور میکنم. یک سوال هایی که میتونه که او سوال ها در مکتب در صنف 3 به فکرم منطقی نیست است اون سوال ها. بعد مثال از تلفن من هیچ نبود، مثال یک شعر اسلامی رو یافته میگه که تو با گروه های چی افرادی تو چی هستی؟ با آنها همراه هستی، تو کار میگیری. اون معنی اون شعر رو وقتی گوش میکنی، آدمی که کمتر سواد داشته باشد و واپشه دیگر چیز هست آخه. همون شعر با آنها ابن سینا نباشد هر کو نخر از کافرش میخوانند. انا علمین مثال یک بزرگوار یک شعر برای همین 3 سال گرفتن که یک شعر گفته آنها که گوش کنید، یک آدم کم هست گوش کنید. خاصیت هم ترجمه در خاطرش هست. وقتی که در خانه پدریم و در دهچه گفتگو غیر قانونی میگذرد از طرف کارمندان اوبا با وابسته به پرونده بزرگ مهر، در خانه پدرم گفتگو میگذرد و میدونی کدام کتاب برای تشخیص میگیرن از خانه ما میبرن، کدام کتاب اوگادت کنی. ها گفته یوبی واسکواش متاج تصور نمیکنی، تصور نمیکنی که میلیسا کارمند میلیسا همین کتابی وای گفته شاید یگان چیزی افراطی داشته باشه، گفته کتاب تاجیکانی بابا جان غفوروفا گرفته اکسپرتیز میبره. ما را باید تشخیص کنیم چند کتاب گرفتیم جوابانی همون کتاب تاجیکان بابا جان غفوروف، کتابی که دولت قهرمان ملت تاجیک بابا جان غفوروف همه جا هست. کتاب قسم یک و قسم 2 داره، نه هم قسم یکش ماده پدازی صورتای عجیب چه کلای سفید کلای زرد، دو صورت کلای آدم هست ما را میبریم. تمام شد. بعد تفتیشات بعد
مای بعد 1 سال قریب چیزایی که بردم در اکتیوای ما رفتیم همون کتاب تاجیکون همین کتاب رو گرفتیم آوردیم خواندم و گرفتیم نه کتاب تاجیکون رو تشخیص برنج ما که هم چیزی افراطی داره یا نه داره. آن همین محترم مسکو درجه کسبیت نوکی کارمندان مقامات نشون میده. برای که با کارمندان ما با همین مقامات حضوری ما پروفسیونال در کار نیست. همین کسی پروفسیونال ایکو دفع کرده میشه. اما آدمی هست که همین برند سخت فست میشه رود کار اجرا کنه. فکر کردگی میکردگی آدم برکنار شدگیان. آنها برادر در چیز نشان کتاب نمیخوانند آخه آنها اگه با صرفهم این کتاب ها را آخه شما یک گپو میزنید. برای همین توصیه میتیم به همون نشریاتایی که در تاجیکستان کتاب میبرن از همه بهترش مخصوص باید بمونن. از تشخیص گذرانده شده است. همون بالای کتاب ابلوشکش در یگون صورت نمونن نقضش. هم یک برای قصه. نه همون پیچت مونن خیلی از تشخیص گذرانده شده است. چی روز؟ برای مقامات های دخلدار با امضایی که سید مکرم نه که اونم تشخیصگرا کیان نشاتی وای گفتنی بودم در اینجا نوریدین فرجابالی تشخیصگر من با قریبی در کانال دیگرم فوند بزرگ مهریورف که تأسیس دادگیه وابسته به همین قضیه زندانیان سیاسی و محبوسان چیز سیاسی تاجیکستان محبوسان عقیدوی میخوایم یک برنامه مخصوص درباره همین اشخاص کنیم. دین فرجابالی آدمی که هم همین کارا رو تشخیص میکنه و هم مرا گویا با امضای همین انسان رفته شیشتگی هم برای افراطگرایی و برای سلفی و برای دیگر و دیگر گپ زن خیلی درباره همون یکی آدم‌ها را دعوت میکنن یکی واقعا همین خیلی انا میگم من شما را که گپتون چی میکنم روزیم گپتون ده وقتی که زنگ میزنن تماشاگرای خیلی میگم الو خوشیتی السلام علیکم عیسی که خوشیت در جایی نشناختم تو نکن در جایی ولی گوش کره نشناختم اکا ولی بشناس میشیم اکا من وقت ندارم چک تلفونم میکشی دیم بار زنگ میزنم ای گوش که بخی با پروکراتور را بیا با دیم میتر سرم انم خیلی تو باید دویده برای بدوی بریده برای وای همه خیال میکنه که دال جینیه ما زنگ زدم که با دروی ما میکشی تو باید بازی بخزی بیاد بعد اگر آدم اخص باشی رنگی ما میگه که اکا میبخشی کی خدا باید برده ولی بیام بشناس بشی میگه من تلفون رو با میکشی این دفعه زنگ میزنه و این دفعه میگه من نایمونی کابینت بیاد بعد با برقات یک بار که قطیتان بزیب گاب زد زبلکی رو باتش میکنی تمام بابا میگه اکا دعوت ما رو من خیلی نمیام پشت نمیدونم کی چی کارو چی با او چیز آدم کاش دعوت ما رو میکنم میری وقتی که پروکراتور رفتم اوج پروکراتور خونه دیمی مسجد بودن نه چند بار میرفتم دلو دشوهی نمیدونم لوبا کار دا پروکراتور کارو چی 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت دام پروکراتور ما میشیستم دا کارو چی بعد اول آدمو 2 ساعت نبود میشتم گفتن اوه تمام رفت دیگه نمیاید و خرج آدم‌ها مختشن که من 5 ساعت هم در پروکراتورم نبود شدن ممکنه بعد اکم وچه منیجر یکم بار پروکراتور بردم جمشید قطعی و هم شهید دکدون دیلای داد اکای چی رفته ایستیم اکو صد داره کو باغ داره پروکراتور باغچه شای گلو رفته ایستم پیش اکوژه محاوره میدونم چندم کابینه دا کیا اوژه 10 باری بازپرسی اومدگیم وای پیچی کاسته نگاه میکنم سوره خونده است ترسیش سوره خونده است راه سوره خونده است دهم بسته است چیکار کرده است من گفتم نیله سوره دایجا چیکار می‌کنی نه تو همون داری همون پروکرور نه مفتش سوره و چیزی دو دایجا کار نمیکنه سوره همه بچه‌ها سوره میدونستگیش خون آدمو در توا میترسن که در تو وقتی در اومدن سوره خونده رفت اگه همه خیلی بود این گفت من اویدی هم این اصلا همه خیلی فایرود میکنن دیگه خیلی فایرود نمیکنن آخی مدنیت چون خود چون همه خیلی کردن همه آبرز تاج ماما کنوبکا در پیش باید هم ترما بلند گفت داده تو باید خط کنی که کنوبکا در پیش باید به جقم آواز گرفته میشه
این مقامات خودش مخصوص همین خیلی کردگی و همین کار برای اینو لازم هست که در ترس نگاه دارن. گپ درباره حرمتی اهالی و حرمتی چیز نمیرود. از 1000 تاش ممکن 2 تا 3 تاش حتی آدم نقص گپ زنه هستن. من نمیگم که همش هم خیلی گروهی هستن به معنی، نگه بسیارش همین خیلی با بسیارش همه آدمایی میباشن که در کوفتکوب جنایتی کار میکنن، در باب کار میکنن و همه زینه‌های پستر دارن کن. همون هم خیلی نه بسیار همین یوشوی که نو در کار موندن همینو هم یوشو اینو تنتاکو ماست شده که وای راهبراشون نمیدونن که اینو تنتاکن. راهبرای و یا سالای سیوز در خوندگیان یا استتیکا را کمتر میدونن. اینو نه، برای که راهبر وقتی ملاقاتی راهبرش میری کو میخزن مثلا سلام کنه، اینو باشن وقتی هیچ چی را نمیدونن باور کنه هیچی. و تماما یا ماجرا شده بود بین دو کس کراچی دو زنک. بعد ایش کدام نگاه آوازت نبود جمشه کارگاری اموزه اگه چه بگم مثلا جمشه در کاری کده قطعی زنک جمشید سویاز دا برامده روی کده دو آدم فهمیدی؟ نه آخی رحمت کلام با بیک صبور رحمتی کلام که نیمی گپو تمام نمیفهمم. یک تظاهرات نکرده که سکورس اینترنت نه ما در بهش دیگه وقت تظاهرات نمیکنیم درشه گوش که بعد کراچی تماشا بینو عزیز در راه ضروریام هم زنگ میزنن. معلومه که کودکای دیننگی زنگ زدیسیانده. السلام علیکم می شما نمیکی ها ما شما را در کجا بینم کی تو میگم ما از گوش کیای اسب تاجیکستان چی میشود پیروادش امنیت میشود служба безопасности Таджикистан خدمات امنیتی یگان وزارت ممکن SBI MVD SBI این خیلی گفت خیلی که من تخمینی میگم آخرا خودش نمیدونه در کجا کار میکنه. نه من کرامت SB کجا SB با چه خیلی SB در کجا شما من در پایکا یوار رفتستم گفتم فهمیدی یوار رفتستم گفتم گوش نه ما از دام جامعهش هم گفت من گفتم تو کابینت ندارن شما من کابینت توندا میرم گفتم امروز کابینت نه رقم کابینت چند نمیفهم چند گفته است والا دو گفته همه میفهمیدین نمیدونم چی گفته است نفهمیده استم همون کوای بلاک نوی گاز زده است نکی در تصورات ما همین یگان پاتانچه که دین اینستیتوت تمام کرده هم خالی توفته است اونجا من تصور کردم که این چه لیلی را دفع کرده لیلی را دفعش که ما اونجا خیلی کسی نفورده دفعش میکنه. بعد خیلی کراچه ما گفتم که ما اوجا پیش یوار دمی رستم گفتم همجا دا گو میخدیم. بعد گفتی اوخی تو گفتی کابینه ما گفتم یوار تا دا 20 minut دا یوار بیا یوار گامی داریم اناکی یوار دا نمیرم دا یوار دو کودک اومده جمشید دو کودک فهمیده دو کودکی همی ای فرامرد کلانتر رویشون کده که همون کورسی یکند اینو دبروال نرفته باید میگن استاجور یا که نشتر میستر رود میکن بازی ما میگم که و یا بسهودن این همی اسبه تو دا وای اسبه دا اومد ممکی کار نکنه کدام بسهود همون دو کودک روی کده همون مقامات در نظر ما شون میشوه برای دو کودک اومدیان یک دفتر یا روچکه دا دستشون همین اکه گوش کنی برای همین شما ایبوله همین عملو کن در سرداری همونو شکایت کنید نظارت میبرن بعد گفتی خود خاصیت باید تصورات نداره مثال سرداری هم خدمات SBI MVD تصورات نداره که زیر دستان خودشون با چارتگی دیگه سگ بچه دیگه دارن و باید هر کار در روان میکنن نمیفهمونشون که چه مباشرت کنن تاتی آدمو اگه پریکازی کی هست وزیر کارهای داخلی هست اویدی مباشرت با شهروندان کارمندان ملیسه باید همون دیدی که
айболошон муроҷиат кардан дар Коран. Не, ака хай кӯдакои динангира роҳӣ кардем аз таҷрифа рафтаганда. Ассалому алайкум, короче ман ҳамуҷа ҳуҷҷата нишонте мегум, акажа ман ҳам дидем ки ду кӯдак ҳуҷҷата нишонте. ҳуҷҷати моро мумкин нест дидан, барои ки вай ҳуҷҷат вуҷуд надора. фаҳмиди? ҳуҷҷат вуҷуд надора, ҳуҷҷати моро мумкин нест дидан. мо ай ҳамиҷаем, короче шумо нисбати камки тухмат кардияну шумо шоҳид будем, да ҳамиҷа шоҳидӣ натием. ҳама хизкисай рӯи рост ки ту бояд шоҳидӣ нати. хай як соат гам ту дар ҷанги ду одам шоҳид будӣ, илтимос ту шоҳидӣ нат. Не, аввал илтимос не. Ту некде мо дар ягон проблема намеша. Хай кадометон бутарсе натроен канал. Агар проблема Абдуллоҷон, ту дар канали ҳуқуқи ман аниқ ягон проблема намешавад, барои ки ин канал тоза ҳуқуқӣ ҳаста. Чӣ саволе ки ман метиҳам вобаста ба сиёсата, мисол ба сиёсати ишай ушай чизе ки набоша, ман аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ҷавоб метиҳам ки ҳамаш мутобиқи қонун ҳаста. он чизе ки ман намедонам, ман ҷавобуш наметиҳам. ҳамин каналат метавонед рӯи подписатся кунед. хай дигар каналҳое ки ман ҳастан ваша фикр кун назош. хулоса баъд короче ман чӣ гуфтанем ҳамхали бесаводо номи ҳамун идораро паст мезанам масалан, фаҳмиди? Ва мо мегем номчона паст мезанам, барои ҳамин мегум аз ҳар як амал ё ин ки беамалии кормандони мақомот шумо метавонед ки ба сардори ҳамон мақомот муроҷиат кунед, ё ки як бора ба прокуратура, ё ки умуман як бора ба суд. шумо ҳамин ҳуқуқтона истифода намебаред мардуми тоҷик. ба мегӯед ки о гаишник ҳақорат мекунад, ин шихила, ин шухила. шумо худтон чӣ кор мекунед ба муқобили ҳамино, барои ки ҳамира ислоҳ кардан? як бор приёми Раҳимзода Рамазон приём бикунам. хай намефората бо пага фаромарза. Не, приём мекуна. Не, ман просто коғазбозӣ намефорамам. Ман просто як одамое ки ҳамун бечораҳо мумкин ки бутарсан ки СБ мара файрод кард, бигреза бирӯ ай давлат бирава ки мара СБ файрод кард гуфта. фаҳмидӣ? мекуна одамҳо метарсан, ҳайфине ки мисол бо СБ файрод бирава. бу ягон пириварод кард мара СБ файрод кардеса. делае мизанак ҷангда СБ файрод кунад. ҳамин дар ҷо туғри меояд. дар ҳеҷ ҷо туғри намеояд. як савол дар худи шумо. вақти зану шу ҷанг мекунанд, дигараш қати шапошап мекунанд, косаву тавақ мекунанд, шуша шашум аддел файрод мекунанд. яъне ки шӯъбаи мубориза бар ҷиноятҳои муташаккил. иша чӣ хел баҳо метиҳед шумо? ҳозир дар бораи СБ гап мезанед. вақте ки шашум аддел шӯъбаи мубориза ба зидди ҷиноятҳои муташаккил, яъне ки бар бес бандитизмам шавҳарро файрод мекунад, мегӯяд ки бо чӣ тарелкара дар косара дар тори сари занат задӣ шикастӣ. барои ки ҳар кас ҷавоб метавон ки дина не дина худр амин рои амира гуфта буди ки хеши дар ягон ҷо кор кунад шуфта файрод ки бутарсоноша. ин ҳамун динанги ман гуфтам ки муроҷиат кун гуфтам. ман нагуфтам ки файродот мекунам. ман сардори боб нестам ки бигӯм ки файрод мекунам. ман гуфтам ки истифода бар агар ягон хештабори ҷо ки шиносад наздик бошад ки корманд бошад дар ҳамон ҷо. не ки барои чӣ воя худшон қабул мекунанд ҳамин корро даъват мекунанд шавҳарро иҷа биед. косара шикастӣ, тавақа шикастӣ, фалону мекунем гуфта. барои ки намедонанд масъулиятҳои худшонро якум. дуюмаш ки ин мансабо барои ваю на фақат барои хизмат барои халқ, миллату тартиботи ҷамъиятӣ ҳастад, балки як манбаъ ҳаст барои ҷамъ кардан, барои пул кор кунид. тамом, дигар ягон чиз нест. лекин аз мавзӯъ хозирча таҷрибаама биё берун набуд. не савол додагиам. савол якум бо кадом сабаб шуморо бозпурсӣ мекунанд? агар дар ин марҳила аз ҳаққа дифоъ натавонист кардан, чӣ рақам телефонатро кашида гирӣ? чӣ хел мега телефонро кашида бигиру? як бор дигар савол. ҳамун савол дар лента камтар боло вергулу чизоша гап занда. якум бо кадом сабаб шуморо бозпурсӣ мекунанд? мега файрод кунанд. агар дар якум бо кадом сабаб шуморо бозпурсӣ мекунанд?
اکو من نمیدونم با کدام سبب بازپرسی میکنند. اگر بازپرسی کنند یعنی که دادپرس کنند، معنای وایه که نسبت شما یگان پرونده آغاز کرده شده است یا که شما رو گمانبر حساب میکنند یا اینکه شما در پرونده همچون یگان طرف میگذارید، شاهد میگذارید یا که جبر دیده. در همین مورد شما رو میتونن بازپرسی کنند و حتما با ترتیب دادن پروتکل همون بازپرسی. دویم قسمی سوال شما، اگر در این مرحله از حق دفاع نتوانست کردن، چی رقم تلفنت رو کشیده گیری؟ اگر تلفن شما رو کشیده گیرن از دستتون، یعنی که شما شاهد حساب نمیشوید. تجربه نشان میده که آدمی رو که دعوت میکنند برای 1% یا 1 دقیقه بیو تلفنش از دستش میکشن میگیرن، این عاقبت‌های بد دارد. این آدم با نزدیکی گمانبر میشود و بعد عیبدار شونده میشود و عاقبت هست که سود شونده و محبس شود. در تلفنتون رو شما اگر آزاد شوید، اگر بعد از وای آزاد شوید جوابتون چه شما میتوانید، اگر نتوانید میتوانید که با سردار همونجا مراجعه کنید که تلفن من وقتی بازپرسی فلان کارگر گرفت نداد یا که گفت کوب کرد درونش فلان فلان چیزها بود دلیل کرد، میتونید از بالای وای نویسید با سردار یا که با پروکراتور نویسید. جنگ کردن و کشمکشی کردن و از دستش کشیده گرفتن حق ندارید. در اینجا در سوال ماکسیم ایلین میخوام باز به هم موضوع خودمون درباره حقوق و آزادی های شما هنگام مرافعه های سودی، همین بود موضوع اساسی ما، میخواستیم بیشتر درباره همین گپ زنیم. گفتنی هستیم که کسی که بسیارتر با سودها میدره و همین کاروبار رو میدوند و همین رفت آمد دارد، میدوند که با سودهای جمهوری تاجیکستان، بسیاری سودهای جمهوری تاجیکستان در آمدن با بینای سود آسان نیست. حتما دو سه نمودی اخرانیکو هستن از همون شرکتی رید لاین و خاطر من هست که در پرونده بزرگ مهدی اروپ همون حمایتگرانی کم کدام فیرما بودن. آنها کارگر سود نیستن، ولی یگان کس را بغیر از پروکورور آزادانه در آمدن با تالار سود و با بینای سود نمیموندن. باید تو اثبات کنید که کجا میروی، باید زنگ میزنن سودجه یا اینکه کتیب سود گپ میزند که ها همین آدم با ما در کار است، بعد تو با سود میداری و حتما تلفن تو از دست کشیده میگیرن و یک کاغذ یا که عموما یگان چی نمیتونن. این عمل غیر قانونی هست. یگان کس حق ندارد که به هیچ تلفن شما رو گیرد. عدالت سودی چیزی که من میگم باید در تاجیکستان آزاد باشد، تطبیق اون شناسایی با همین عدالت سودی و در آمدن و اما در بیناها نویسگی که با بینای سود با تلفن های موبیلی در آمدن من است در تگرش مأموریت. این یگان قوه قانونی ندارد. شما میتونید بحث کنید که نمیدونم با چی درجه یگان نتیجه میدهد. نه که همین حقوق و حمایت کردن حقوق خودتان من تکلیف میکردم که دست جمعانه با تشکیلی گروه جمعیتی کنید، از همین عادی‌ترین کارا سر کنید. معاشرت بدی کارمندان مقامات قدرتی میلیسیا همین یک گروه کنید، همین حادثه ها رو جمع کنید، مراجعه دست جمعانه کنید با وزیر کارهای داخلی که نمیدونم با کدام تشکیلات مؤسسه آنها داخل دارن. وایسته وضعیت تغییر می‌یابد. وابسته به همین حقوق ویران کنی و محدود کنی و درآمدن و سود و ثبت کردن تالار سود در اودیو مثال همین هم آزاد است. در دل خواه پرونده ها بغیر از چیزی که گفتم از پرونده هایی که وابستگی به عمل های تجاوز جنسی دارند یا اینکه یک داروی سری دولتی هست، دل خواه شهروند میتواند که به پرسیدن سودیا هم پرسیدن در کار نیست، میتواند که دیکتافون برآورد یا که تلفنش برآورد و زاپیس کردن گرد که سودیا چی میگه، مرافعه چه خیلی میگذارد. این حتی سودیا را نمیپرسید. فقط اجازت هنگام در اون حالت ممکن است گرفتن از سود اگر شما خواهید که ویدیو کنید یا اینکه صورت گیرید. در این مورد شما باید پرسید. کنی سنجی مثال یگان کس سرسخت کسی باشد میتواند مثال پگاه رفته دل خواه سود درآید و با تلفنش نسپارد تلفنش در اخرانی درآید و در دل خواه پرونده که نمیدوند کی از چه از شیشته ثبت کند. آیا همین عمل اجرا شونده هست یا نه؟ برای چی مقامات ما درباره آزادی یا طرفه گرد میزنند ولی
оддитарин озодӣ вобаста ба тартиби мурофиаҳои судиро риоя намекунанд. бози камтар поёнтар мебинем боз ки чӣ навистагӣ Абубакр Назиршев нависте ки озодӣ ба акаи Иззат Амон. бале морам озодӣ ба акаи Иззат Амон хоҳон ҳастем ва мехоҳем ки ҳарчи тезтар ӯ озод карда шавад ва адолат барқарор карда шавад. марҳамат Шон, ман шуморо ворид кардагиём, не ки микрофонтон куштагӣ. салому алейкум Маҷид Машрабович, хуш омадид. дирӯз набудӣ, имрӯз ҳастед. хеле аз омадани ту мо хурсандем. чиди амнистиярам через қатъӣ мекунанд, пул метиҳанд. акман фикр мекунам ки пул додани амнистия бениҳоят шумораи кам аст. хеле чизо кам мешавад ва дар бораи ин қара маълумот нест. чаро мекунам? чида мекунам барое ки ҷамъияти мо ҳам хеле коррупсионӣ ҳастад. шумо кӯдак таваллуд мешавад, аллакай ба додани пораву чиз сар мекунед, подошпулӣ. ва амнистиярам агар шумо дар амнистия нағалтед, мумкин шуморо амнистиярам тухрӣ карда бароранд ва маблағ талаб мекунад аз хештаборои шумо. агар шумо шоира Файзуллоева ҳуқуқатон вайрон шуд, якбора шумо метавонед ба суд муроҷиат кунед. фикр накунед мисол ки ҳамин парванда, ҳамин масъалаи ман ба кӣ дахл дорад, ба раиси шаҳр муроҷиат кунам Рустами Эмомалӣ, ё ки ба прокурор Фалониев муроҷиат кунам, ё ки ба суди олӣ муроҷиат кунам. агар ҳамин хел нафаҳмед, сарфам нараред. ба дилхоҳ суд рафта муроҷиат кунед. ба дилхоҳ суд, мисол шумо да Хоруғи ҳуқуқатон дар Душанбе вайрон шуд, ба суди шаҳри Хоруғ ариза нависед ва онҳо мутобиқи қонун дар бораи муроҷиати шаҳрвандон вазифадоранд ки як бор санҷида бинанд ки ҳамин ҳалли масъалае ки шумо пешниҳод кардед ба онҳо тобияти кадом ниҳод ҳаст, тобияти кадом суд ё ки мақомот ҳаст ва аризаи шуморо бояд ба ҳамон ҷо фиристонанд. бо як мактуби иловагии сапроводительни письмои дига ба онҳо мефиристонанд ва ҷавобашро низ ба шумо мефиристонанд ки мо мактуби шуморо ба ҳамон ҷо равон кардаем ва онҳо ин масъаларо мебинанд. аз шумо ҳамин фақат чиз меояд ки шумо назорат кунед ки ҳарчи тезтар ба шумо ҷавоб биёяд. ҷавоб дар муддати то 15 рӯз барои шумо бояд гашта биёяд ки мақомоте ки шумо муроҷиат кардед чӣ ҷавоб медиҳад ба шумо. Салоҳиддин Фузаст, интернет дар Тоҷикистон суст аст. салому алейкум секрет, шумо пайдо шудед, нағз баҳор ҳам пайдо шуд, райр ҳам пайдо шуд, ҳама шумо да мо салом мегем. ва дирӯз як нафар юрист теҷе савол дода буд. ман гуфтам ки пагоҳ ҷавоб метиҳам, ҳоло ман намебинам, мумкин баъдтар дар запис ҳамино тамошо кунад. мехостам ба саволи вай ҷавоб диҳам. вай савол дода буд ки ман шаҳрванди Русия ҳастам ва мехоҳам ки шаҳрвандии Тоҷикистонро қабул кунам. барои ин амал ман бояд чӣ кор кунам, ба куҷо муроҷиат кунам ва ҳоказо. вобаста ба ҳамин ман кӯтоҳ айни ҳол гап мезанам. гирифтани шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон ба монанди ҳамон гирифтани шаҳрвандии ҳамон тартибаш ба монанди гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия аст. яъне муроҷиат ба вазорати корҳои дохилӣ кардан дар кор. якум, агар шаҳрванди хориҷӣ бошад, бояд вид на жительство дошта бошад, дар ин ҷо муддати на камтар аз 5 сол зиндагӣ кунад, забони давлатиро донад, боз ягон чӣ мегӯям манбаи даромад дошта бошад. баъд метавонад ки дар вазорати корҳои дохилӣ бо ариза пешниҳод кунад, аризаи ӯ санҷида мешавад, баъд аз тарафи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аризаи ӯ рад карда ё қонеъ карда мешавад. вале бо тартиби сода кардаи қабули шаҳрвандӣ низ ҳаст. ман махсус барои ҳамон одам қонунро кушодагӣ ҳастам. бо тартиби сода карда шуда кӣ метавонад ки шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон шавад? одаме ки ягон дастоварди илмӣ дошта бошад дар ягон соҳаи илм, тандурустӣ, варзиш, техника. барои онҳо осонтар аст гирифтани шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон. агар одам ягон маъюб бошад,
اگر شهروند همون انسان در جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان گفتنی دولت که در سال 91 بود تولد شده باشد، برای وی گرفتن آسان است. اگر وی شهروند سابق اتحاد شوروی باشد میتواند که بر ترتیب صادر شده شهروندی جمهوری تاجیکستان رو گیرد. خیلی که گفتیم اساسهای صاحب شدن با شهروندی جمهوری تاجیکستان این از اون میباشد که شهروند در همینجا تولد شده است. مثلا ما و شما که در تاجیکستان تولد شده ایم، بسیاری همون اتوماتیک است که شهروندی جمهوری تاجیکستان هستیم. کسی که نیست باید مطابق همین قانونگذاری، قانون درباره شهروندی جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی مراجعت کند و نه کمتر از 5 سال در جمهوری تاجیکستان زندگی کرده باشد. سلام علیکم شام. میکروفون شما خاموش است. انا اون میکروفونتون انا اكو میتونی گپ زنید. سلام علیکم. شام خواهد تا ما شورای فایزلوی را جواب میتیم. статья 244 میگوید در امنیستی ای سال هر سال امنیستی کمک تغییر مییابد. هر یک بعضی استاتیا را میدارن، بعضی استاتیا را میبرن. اکنون ماه آگوست انتظار میشویم، آخرای آگوستی همین سال ممکن است که با مناسبت 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان همین سال امنیستی دارد. статья 244 این دوزی است. مرحمت شما. با فکرم همین شما از تاجیکستان زنگ میزنه، باز همون کارهای بیک صبور آواز و چیز نیست. حسین بغداєв سوال داره که زلاتای امنیستی چه امر خوب شهر میدوده. زلاتای امنیستی یک گپی معمولی خلق برآوردگی است. یگان امنیستی زلاتای پالاتای نمیشود. چون این امنیستی که زلاتای میگنشون با مناسبت یگان سند تاریخی میشوند، یعنی که سند مهمی جمعیتی میشوند و در دایره همین امنیستی زیاد کرده میشود. بسیاری اون چیزهایی که اون کسانی که در دیگر امنیستی ها نمیغلطیدن آزاد کردن نمیشدن، اینکه پرونده هاشون سبو کردن نمیشه یا اینکه مهلتی که باید چیدن کوتاه کردن نمیشه، در همینجا دایرهشون زیاد کرده میشه. یعنی که تاثیر قانون امنیستی با بسیاری ها پهن میگردن. انا میره زلاتای امنیستی میگن و ما امیدوار هستیم که همین سال ماهای خیلی گفتم ماهای آگوست همین گونه زلاتای امنیستی می شود و به نهایت سبکی با بسیاری شهروندان جمهوری تاجیکستان می آورد. این حال می خواستم حالا که سوال نیست باز با موضوع پیشتر گردیم درباره چگونه اشخاص می تواند خودش را در برافی‌های گردنی مثال میگیریم خودش را حمایت کنند. سخن در یک سوال من جواب دادم. اولی همون سخن بود که نسبت شما مثال پرونده گردنی آغاز کرده می شود و به شما سودیا زنگ میزند یا که پیوسته میبیاد که با سودی نوحیه بیاید برای نسبت شما پرونده هست، شما رفته چی کار میکنید؟ از همین میگذاریم. شما میروید به همون سود، با همون نزد سودجایی که شما را دعوت کرده است، سودجا با شما نسخه عریضه دعوایی پیشنهاد میکند که کسی نسبتی شما نوشته است. این چگونه نسخه عریضه میتونه شود؟ این میتواند سابق همسرتان یا که همسر حاضرتان که میخواد از شما جدا شود عریضه نوشته باشد. این میتواند یگان شخصی باشد که شما از اون قرضدار هستید یا که اون شخص فکر بکند که شما قرضدار هستید، برای ستوندن مبلغ نسبت شما عریضه نوشته است، یا دلخواه حالت کاری که ضرری رسانیده شده، چه خیلی که درباره گفتیم درباره شکستن جاغ. شما نسخه عریضه رو میگیرید و امضا میکنید در زبان خط که من نسخه عریضه رو گرفتم و حتما باید گویید که من در مدت 3 روز 4 روز 5 روز یا که 6 روز 7 روز چند که مدتی که شما در ضرور است
аз болои ҳамин ариза мулоҳиза менависам, ё ин ки агар розӣ набошед як бора менависед ки ман аризаи мутақобила менависам, яъне ки ба ғайр аз даъвое ки он кас кардааст ман низ даъво мекунам ва аризаро гирифта ҳатман ба назди адвокат рафта маслиҳат гирифтан дар кор ки мана ҳамин хел ариза нисбати ман ворид шудааст, ман чӣ кор карда метавонам. дар ин маврид метавонад мулоҳизаҳои оддӣ нависта шавад ба суд, метавонад аризаи даъвогӣ нависта шавад, метавонад ягон далел бо пешниҳоди далелҳо ҳуҷҷатҳои дигаре ба суд пешниҳод карда шавад. шумо метавонед ки дар суд худатонро ҳимоя кунед, метавонед ки
اقلا بینم خیر خوش کنم قطعتون دیده سلمانا آوازم چخیلی آواز ساز باشه گپ زنید آواز چخیلی دوستان با فکرم آوازم نویس خاصیت آوازه بسی خیر خوش کنم بعد رویم نه افیر تمام شدگی نیست دوستانی عزیز 7 کس 10 کس میشویم بعد میبرویم میرویم امروز از سببای تکنیکی اینترنت در جای ما ویرال میشده یک اکران خیلی رخرخک برآمد یکم من به زور خود میدیدم یکم سابشین شما را نمیدیدم بعد تماما سیاه شد متاسفانه همین خیلی پرابلم ها میشده این حال سوز کردیم شما یک نفر دیگه حوض قدیمون میدروه یک بار دیگه با یکون گپ داشته باشیم قدیمون گپ میزنیم و به همین امروزش تمام میکنیم یکی از کوتاه‌ترین برنامه‌های ما میشود برای که دیروز 3 ساعت زیاد ما گپ زده بودیم امروز هم یک و نیم ساعت اگر گپ زنیم خوبتر است و برام 10 کس که شویم 10 کس شده ملکه از شما خواهش میکردم که اگر سوال داشته باشید شما میتونید سوالاتون رو به ما نویسید و من این حال در شما یک سیلکه روی میکنم نگاه کنید از یک سیلکه میپرتم شما میتونید با همین گروه که در تلگرام من شدگیم دروین سوال داشته باشید سوالاتون در همینجا مونید من حتما با این سوالای شما با سوالایی که شما اومده میتین تیاری میبینم در برنامه آینده حتما شما دا من گپ میزنم من همین صفحه تلگرامی ما هست همین قطعی میتونید شما دروی در تلگرام در اونجا سوالاتون رو نوشتن گیرید ببینید خوب میشه اگر شما بغیر اون موضوعی که ما میگیم که این موضوع رو ما میگیریم همین موضوع رو بحث میکنیم گپ میزنیم با سوال داشته باشید در دل خوب موضوع باشد با همون ما جواب میتیم بله تجمع این تلگرام کانال حقوقی من هست شما میتونید در اونجا سوالاتون رو پرتفتن گیرید خیلی علاقه 10 نفر شدیم یک بار دیگر منتداری خودم رو با شما بیان میکنم که وقتی خودتون صرف کرده اومده در کانال ما همراه شدید با ما چند سوال دادید چند چیز رو گوش کردید امیدوارم که پگاه دیگه باز از این بهتر میکنید و این تکنیکی که ما استفاده میبریم حتما من با متخصصان نشون میدم و ثوابش رو معین کرده اون رو برطرف میکنیم رحمتی کلام برای اشتراک فراموش نکنید که لایک موندن شما و پادپیسات کردن این معنای اون رو دارد که جمشید همین کار رو دوام دادن با ما مفید هست با ما ضرور هست هرچند که زیاد شود لایک و پادپیسات من میبینم که وقت رو صرف کردن برای همین کار برای خلق برای مردم ضرور است و این کار رو دوام دادن میگیرم خیلی باشد دوستان عزیز تشکر به همه شما تا بازدید